تیم ملی هستین شما؟ تیم ملی تیراندازی ایران. تجهیزات و امکانات فراهمه برای تمرینتون؟ آره الحمدلله. تفنگ داریم، منتها تیر نداریم، چشمند هم نداریم. یعنی دوستم چشم منو میگیره، من چشم ما اومدیم به تمرین تیم ملی شمشیربازیمون. خدا قوت. مشکلی ندارید؟ امکانات کافیه؟ کافی که فعلا گفتم با سیخ کوبیده تمرین کنید تا برسه اصلی. یعنی شمشیر براتون میفرستن؟ نه سیخ جیگر، چون تیزتره نزدیکه. قوت. چه تیم ملی هستین شما؟ ما تیم ملی گلف. امکاناتتون کامله؟ فعلا فقط سوراخی شده. خسته نباشید. سلامت باشین. شما تیم ملی تنیسین؟ بله راکت و توپ نداریم فعلا. هیچ امکاناتی ندارید؟ خسته نباشید. خدا قوت. سلامت باشین. خدا رو شکر که دیگه شما کم بوده امکانات ندارید دیگه. یه آب و یه استخر فقط. داداش ما تیم ملی قایقرانیم. قایق نداریم.